فنبستها امور انداختم دکار انداختم ایجا و کذالک سولت لی نفسی نمی رقم برم مزین کرد آراسته کرد زیبا ساخت برم نفسی ما نفس تقاضا کرد که ما همینجا بیا یک خطبه تاثیرناک بده همونطور است خطبه تاثیرناک مردم میده خلاف حق چرا؟ مردم برش بگه که خوب ملا بود خوب رد کرد و بیاره دو دشنام گفته خلاص رد کرده اینی گپ میگه نفسم برای من امیر مزین کرد من یک چیزی تعلیمات تو را فرا گرفته بودم. اینجا بعضی مفسرین میگه که فقبضت قبضة من نصر رسول سامری اسب جبریل امین دیده بود که جبریل امین سرش سوار بود که بالا میکرد سنبش زیر سنبش زمین یک دم سوز میکرد. سامری فهمید که سنب اسب ازی یک تاثیر داره خاکی سنب ازی را خطی خود گرفته بود. زمانی که اینجا گوساله را کالبودش جور کرد امو خاک گرفته بود ما بین امی گوساله امی کالبود که پرداخت یک دم گوساله حقیقی جور شد زنده شد. از او خاطر مردم چی شد؟ گمراه شدن. لیکن این گپ صحیح نیست به خاطر که خود ظاهر آیت قرآن کریم هم دلیل بالا عزیز است. دوم است بنی اسرائیل تیر شده بود سامری خود قطعی بنی اسرائیل بود امرای موسی علیه السلام دو طرف بود. جبریل امین امرای اسب که آمده بود در پیش لشکر فرعون آمد. لشکر فرعون داخل دریا نمیشد. جبریل امین آمد بالای اسب ماده سوار شده بود. اسبی که فرعون سرش سوار بود او را که هر قدر کنترل میکرد که داخل چی نشود؟ دریا نشود. نتونست کنترل. پس سامری چی طور سن بی اسب جبریل امین دیده او خود گداره شده او طرف است. یکی دوم ای چی اثر یک جای دیده نشده که خاکی توری اثر ها داشته باشه دیگه. نه مراد از اثر رسول چیست اینجا؟ تعلیمات پیغمبر علم پیغمبر گفتار پیغمبر است. سامری بنابر نفاقی که در قلب داشت در لباس امی بنی اسرائیل خود زده بود و موسی علیه السلام بعضی گپایش یاد گرفته بود. میفهمید که امی قوم توسط کدام گپا متاثر میشه. امو گپا را تقریر کرد و مردم دعوت داد به چی؟ بگوی به عبادت گوساله. چرا مردم همینطور عبادت خوش داره؟ خوش داره یا نداره؟ آرزوها پوره میشه. چی پوره میشه؟ اوه که تو کسی برات بگه که هم ساعتی تیر شود و هم ثواب ببری هم جنت بری هم چک چک کو بگه هم جنت بری صحیح است؟ هم چیسته نغمه را قطشکله را شور بده او هم چیسته رقص بکو هم در جنت بری. کیسته کی را خوش نداره؟ خوش داره یا خوش نداره؟ لنگری تام مفت لنگری تام چیسته؟ مردم در بیگاه یک نان خوش که پیدا نمیکنه اونجا در لنگر پلو برد میده. صحیح است؟ رهبری کی یک پخپلوگه کس به نام رهبری کی؟ عاشقان. رهبری عاشقان. عاشقا کی است؟ همین عاشق کی است؟ عاشق خونشان بده. رهبری عاشقان است. در این کابل است همیالی هم شوای جمعه همونجا چی میشه؟ بسیار مردم جمع میشه. ارمونه داره چیسته؟ غیچک داره و مچم چیسته؟ درنگاسی داره و اینه او چیسته یک قربان هم قطش قطی میگه. در محفل ما مچم چی نیست؟ خرابات. محفل چی؟ خرابات. شوربازار کابل تالی را نام داره. الله رحم بکنه. این ملت اینطور حالتا را دیده در اینطور تاریکی ها زندگی را تیر کرده که هیچ پرسان نکن. چرا؟ به خاطر که کتاب الله نبود. مردم به نام دین پیر صاحبا را جمع میشد. پیر صاحب دیگه چیزی یاد نداشت. ختم خوجگان از سرش کرده رایی بود. 100 دفعه یا شیخ عبدالقادر جیلانی بگو. 100 دفعه یا شیخ عبدالقادر جیلانی بگو. خب و کذالک سولت لی نفسی نمی قسم آراسته برای من نفسی ما نفسم تقاضا کرد که من میجا یک خطبه بدم این مردم در گرد خود جمع کنم. گاهی گاهی ملا همی طور میکنه. خب یک ملا صاحب الله بخشش کنه مرا گفت مولی صاحب همین یک مولی صاحب آمده بود روزی نوروز بود. امو قوم امو پدر امو جد خود سری قبر جد خود یک گندت جور کرده. باز هر نوروز یک گوه کلی قوم پیسه جمع میکرد دمو پولوی قبر چی میکرد؟ ذبح میکرد. یک مولی صاحب درس خوانده بود بازو رفته بود به اون مردم تقریر کرد که اون مردمی
روزی مجوسی است، ذبح کردن در پیش قبر حرام است. ایره عقر میگه، عقر لا عقر فی الاسلام، در حدیث آمده. رجبیه برش میگفتن در ماه رجب میرفتن در پالوی قبر ذبح میکرد در زمان جاهلیت. این نیست. گفت قوم یک دم، ملاخو بیگانه بود، روی آوردن طرفی ما. گفت ما چی کردم؟ اموجا گفت به خاطر نفسی خود نه که کلان معرفی شوم، گپی ما بعد اینجا چی شوه بچله. گفت قوم گفت که تو چی میگی؟ ما گفتم که حلال کنی. گفتم این قوم رفت گوه حلال کرد. مولوی سی بیچاره که چیزی گپا گفته بود قط خاک یکسان شد. الحمدلله توبه کرد و همیشه گریان میکرد که مولوی سی ما واقعا سخت گناه را مرتکب شده. ما کی بودم که اجازه میدادم این گپا؟ بعد از اینکه قرآن شنید، خب بعد از اینکه ترجمه قرآن شنید اعتراف کرد. الله برش مغفرت نصیب بکنه. الحمدلله موحد شده بود. گفت مولوی سی برای نفس خود همینطور کار کردم. برای نفس مولوی کار میکنه. این گپا هست. سامری هم همینطور بود. قال فذهب فإن لك في الحیات. موسی علیه السلام برش میگه برو دیگه از ما جدا شو. فإن لك في الحیات ایره انزوا میگه دیگه دم جامع. تو میخواستی که در بین مجمع مقام بلند داشته باشی، لیکن جزا به مثل کی است؟ عمل. امی قسم تو را از قوم جدا میکنم که حتی یک نفرم پالوید آمده نتانه. چی رقم؟ فإن لك في الحیات، برای تو در زندگی، ان تقول که میگی به هر مرد که هر نفر که نزدیک تو میه لا مساس اهل، تو خدا به ما دکه نکو. مفسرین میگه به ما دکه نکو به خاطر که مرض داشت، مردم مرض میگیرفت. لیکن نه، الله متعالی تو جزا را برش مقرر کرده بود که هر کس بر ازی نزدیک میشد که بدن ازی در بدن ازی تماس میکرد، دستش میخورد و در میگرفت. همینطور سخت چیسته درد، جانش درد پیدا میکرد. از او خاطر چی بود؟ دور دور گریخته رایی بود. الله متعال در بین جامعه گرفت چی کرد؟ بگوی انزوا را سرش آورد. برو دیگه. و ان لک موعدا لن تخلفه، برای تو تاریخ مقرر است. لن تخلفه که هرگز تو خلاف چیسته مخالفی از او کرده نمیشوه. یعنی تو در مخالفت از او را کرده نمیتونی، در مخالفتش قرار گرفته نمیتونی. وانظر الی الهک، بی به معبودی تو. عجیب است. کدام معبود؟ الذی همو معبود زلت علیه که همیشه بودی عاکفا ملازم، مجاورش بودی. لنحرقنه، خام ایرد در میدم. ثم لننسفنه، بعد از او پراگنده میسازم. فی الیم، در دریا نصفا، یعنی ترتید تو پاشان مندازم شه. عجیب معبود است که درم مردم میده دفاع نمیتونه از خود، بازوی را پاش میکنه در دریا میندازه، بگه بازم از خود دفاع کرده نمیتونه. عجیب اولیاست. قبرای شقتی بلدوزرها چی میکنه؟ میوردارش. در عراق قبرها را قطی بلدوزرها ورداشت. در کابل چی میگه؟ سیکو اولیا را هست قدرت از خدا، تیری چی را؟ تیر جسته بازگردانند زرا. اولیا را میگه قدرت از خدا هست. تیره که یک دفعه تفنگ فیر کنی مرمی را پس از را دور میده. خبر نداره مردم. سری قبرها میگه زوری اولیا را ندیده. شما یک دفعه بری طرفی شمالی دمی چی؟ بگوی چی میگه؟ قلعه مراد بیگ سیکو سرک چقدر کجی خورده. او را بلدوزرها نتونست چپه کرده. بلدوزرها را دما بده که چی رقم چپه میکنه. شما واری بدبختا نمیتونه چپه که دلتان اینطور میلرزه. چرا؟ به خاطر که شما خور اله جور میکنه. مالک نفع و ضرر میدانشه. ما میگیم مالک نفع و ضرر کیست؟ الله متعال است. این درخت میگه شاخش کس برده نمیتونه. در یک منطقه رفته بودم، ساکنین همو منطقه هست اینجا انشاءالله، قاری سے بسم الله هست اینا اینجا نشسته است. رفتم در یک منطقه که دیدی خشکی چند ساله افتاده چوبا. چرا کس نمیبره؟ میگه کس برده نمیتونه. چرا؟ هر کس که ببره در شانش همینطور چی لیش باقی میمانه. چرا؟ عقیده چیست؟ این میخ دلدل است. دلدل چی معرفی کرده؟ شما عوام دلدل پرسان کنید که خدا نه در نظر مردم دلدل کدام حیوان خیلی بزرگ است. او چی طور بود؟ را در این بغل کو بود و او خورش در کجا بود؟ این در او بغل کو. این قدر دلدل. این میخش بود. شاگردها را گفتم اره و تیشه را بگیره دیگه.
زمستان ما گرم الله که تیر میکنه. زمستان 24 بار چوبی چی بود؟ خشک. زمستان اینطور گرم تیر کردم که پرسان نکن. گوشم بند شده بود، طرف بامیان رفتم به خاطر شستن گوش. مردم چی میگفت؟ دیدی زوری اموس. عجیب است. آلی الحمدلله اونجا مرکز موحدین است. او اعمالی که اونجا رفع الیدین و من بالجر و میشه. خبر داری؟ رفع الیدین ما کمال تابعداری سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. وانظر الى الهک بی به معبودیت الذی معبود زلت علیک، همیشه بودی بالش عاکفا ملازم و مجاور. لنحرقنه خام خامی سوزانه میره، ثم لننسفنه بعد از او مورا پراگنده میسازم فی الیم در دریا نصفا، با پراگنده ساختن که تو پرید شوه برتان واضح شوه. اگر کسی اعتراض بکنه کسی کو اطلاع را این نقره را چرا اونجا مندازه؟ جواب اینه میسته که به مردم واضح شوه که از خود دفاع نکرده، برای شما چی دفاع بکنه؟ و اونجا که ما گفتیم که زیورات قوم آورده بود، اصلا او غنیمت بود، چرا مال کفار بود. او یکی فرعون بیگارکشی سر از جا کرده بود، حقوق از سر فرعون اینقدر زیاد باقی مانده بود که هیچ پرسان نکو. از او خاطر مال حلال بود به این مردم. موسی علیه السلام و هارون علیه السلام نگفته بود که مال شما پس بده. او را تنها کی سامری بدبخت به این عنوان مردم فریب داد که براتون حرام است، حالان که حرام نبود. انما الهکم الله الذی، یقینا معبودی شما امو ذاتی است، الذی لا اله الا هو، که نیست لایق پرستش و بندگی غیر از او. وسع کل شیء علما، فرا گرفته تمام چیزا را علمی الله متعال، از روی علم تمام چیزا را فرا گرفته. کذالک نقص، مثل کی واقعه و داستان موسی علیه السلام برای حاصل کردن درسای عظیم برای خودت قصه کردیم. اینمی قسم نقص علیک، بیان میکنیم قصه میکنیم بالای توی پیغمبر علیه السلام. من انباء ما قد سبق، از خبرها و داستانای ما او خبرها قد سبقه که پیش تیر شده از انبیاء علیهم السلام، از امتا، به خاطری که تو از درسا بگیری بفهمی که دعوت رای خیلی فراز و نشیب داره، سختی و تکلیف داره، لیکن انجام و عاقبت برای کیست؟ دعوتگرای حق است. و قد آتیناک من لدن ذکرا، یقینا ما دادیم برای تو از جانب خود برای ذکرا، کتابی که سببی بیداری و هوشیاری است. قرآن کریم از ذکر میگه. چرا؟ به خاطر که تمام چیزای گذشته را بر ما یاد میده، در یاد ما میاره. یکی ذکراست، بیدار کننده است اگر ما تأمل به کتاب الله بکنیم. من اعرض عنه، کسی که روگردانی میکنه از قرآن کریم. روگردانی صورتهای مختلف داره. روگردانی از تلاوت قرآن کریم پشت دور داده یک در قصه قرآن نیستی. روگردانی از ترجمه و تفسیر مطالب شخص فهمیدن یام روگردانی است. روگردانی از عمل کردن بالای احکام الله متعال. روگردانی از دعوت به سوی قرآن کریم. به سوی قرآن کریم دعوت نمیدی یام روگردانی است. دیگر روگردانی است که تمام روز کتابای رستم چیست و ورقه و گلشاد خوانده را استی قرآن همو ترماندی. روگردانی از قرآن کریم ایران میگه وظیفات افتالکل قصیده برده مثنوی یارا بری خود کتاب جور کرده ای، لذت از پیشش میبری، کتابی بزرگ میدانی، قرآن فقط کتاب مرده به بوسه کردن انداختی. یا معراض است. روگردانی از قرآن کریم است. روگردانی از قرآن کریم کتابای علما را واره قابل هدایت میدانی، واره دلیل میگیری، لیکن به قرآن یک روز در ترجمه میشینی، نه از این حکم استنباط میکنی، یا معراض از قرآن کریم است. فانه یحمل یوم القیامت، کسی که روگردانی از کتاب الله میکنه میورداره در روز قیامت وزرن، بار گرنگ از گناه، خالدین فی، همیشه میباشد می گناه. و ساء لهم، خیلی بد است برای از یوم القیامت، در روز قیامت. حملا، امی بار کشی، این باری که اعراض از قرآن کریم است در اونجا تو میورداری و خیلی بد بار است. چرا؟ این بار تو را دیگه طرف میبره، در جهنم میبره. اگر با قرآن توجه کرده بودی، الصیام و القرآن چیست؟ یشفعان للعبد، برای بنده شفاعت میکنه. روزه و قرآن کریم هر دوی شفاعت میکنه. القرآن حجت لک او علیک، یا حجت برای توست یا بالای توست. اگر تو تمام عمر اعراض از پیشش کرده بودی دیگه سری تو حجت است. الحمدلله الله توفیق داد ما و شما را که در رمضان مبارک با قرآن یک چند دقیقه باشیم. یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده می شود در سور، و نحشر المجرمین، جمع می کنیم گناهگارا را
یوم ازین در این روز زرقا چشمای کبود داشته باشه، یعنی خط که خیلی ذلیل و خوار باشه. یتخافتون بینهم، آهسته آهسته گفتگو میکنن، پٹ پٹ گپا میزنن در بین خودشان. چی میگه؟ الا بستم الله عشرا، شما درنگ تیر نکردید در دنیا مگر در روزه. نحن اعلم بما یقولون، الله میگه ما میدانیم با او گفتاری کیا میکنه. از یقول امثلهم، در آن وقتی که امو بهترین انسانی از یا بهترینی از یا طریقتا از روی روش و عقل و رأی، مراد از طریقه اینجا رأی و فکر است، امو بهترینی از یا از روی فکر و رأی چی گفته؟ الا بستم الله یوما، شما درنگ تیر نکده مگر یک روز. روزی که آخرت طبیعی بیدی که یک روزی چیسته؟ آخرت برابر چند است؟ 1000 سال دنیاست. تو چی قدر تیر کردی؟ او نادانش گفت که در روز است، دانا و دانشمندی چی گفت؟ یک روز درنگ تیر کردی. و یسألونک عن الجبال، از تو سوال میکنن پیغمبر علیه السلام کسایی که منکرین بس بعد الموت است، قیامت است، که این کوها چی رقم میشه؟ این بلند کوها. الله میگه برش بگو دیگه. از تو سوال میکنه در مورد کوها، فقل برشان بگو ینسفها، پراگنده و تیت میسازه. امی کوها را ربی پروردگاری ما نصفا به پراگنده کردن. الله متعال از بیخ میورداره کوها را به مثل پشمین دافاره، بعد از او ریزه گردی غبار جور میشه. فیذرها، میگذاره امی زمین قاعا صفصفا، میدان هموار صاف که نه گیا نه هیچ چیز دیش نباشه. لا ترا فیها، نمیبینی در روی زمین عوجا ولا امتا، نه کجیره و نه پستیره، اینطور دنگی و پستیره نمیبینی، یک دم هوار میباشه. یوم ازین در این روز یتبعون الداعیه، میشتابن میدون دنبال دعوت کننده، کسی را که الله داعی مقرر کرده پیشوای قوم، یا است که اسرافیل علیه السلام که سوره میدمه او داعی است، کلگی طرف داعی دویدن شروع میکنه. لا عوج له، اجن و کجی نیست که دیگه طرفی روی خدا بگردانه دیگه طرف بره، مستقیم. و خشعت الاصوات للرحمن، پست شده می باشه الاصوات، آوازا از ترس، للرحمن برای پروردگاری که مهربان است. فلا تسمع، تو نمیشنوی الا همسا، مگر شرفی پایه، آوازی آیسته هر میشنوی دیگه چیز نمیشنوی، کس سخن گفته نمیتونه، آرام هم کلگی طرفی داعی روان است. یوم اذن، در این روز لا تنفع الشفاعت، نفع نمیده سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر او کسی که الله برش اجازت کنه. یک و رضی، بپسنده الله له، برای آدمی که شفاعت کرده میشه، قولا، از بپسنده برای آدم، قولا گفتاره، مراد از پیش کلمه توحید است. او روز کسی حرکت کرده نمیتونه، سفارش هم نمیتونه بجز از کسی که الله اجازه کنه برای سفارش، که توی سفارش بکو. برای کی بکو؟ کسی که الله برش پسندیده که چی را سخنه، کدام سخنه برش پسندیده؟ کلمه طیبه را، توحیده. تا که توحید نداشته باشی سفارش برات شده نمیشن از هیچ کس، نه از پیغمبر، نه از اولادی، نه از علما، نه از شهدا، نه از ملائک، از هیچ کس برات شفاعت نمیشه الا که عقیده توحید الله را داشته باشی. پس شفاعت دو قسم شد، یکی قهری یکی اذنی. شفاعت قهری وجود نداره که کسی به زور سری الله متعال یک چیز بقبولانه. شفاعت اذنی است، الله اجازت میکنه که اولین شفاعت از کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم که او را مقام محمود حساب کتاب شروع شدن بود. یعلم ما بین ایدیهم، میدان الله متعال، حالی الله صفات خود بیان میکنه تا که در قلب تو عقیده توحید الله جاگزین شوه. میدانه ما بین ایدیهم، او چیزایی که در پیش رویشان است، و ما خلفهم، او چیزایی که پشت سرشان است، کل زیر الله متعال میدانه. ولا یحیطون به علما، احاطه نکردن بالای الله از حیثیت علم. کی احاطه میتونه بالای الله متعال؟ تنها کلمات الله، صفات الله چقدر است، کائنات الله، این کسی احاطه نمیتونه. ذات الله و صفات الله خود به الله معلوم. و عنت الوجوه للحی القیوم، خاضع و عاجز میشوند الوجوه رویها، للحی برای ذاتی که همیشه دائم زنده است، القیوم که تدبیر چیز میکنه، عالم میکنه، تدبیر کائنات میکنه، هر چیز در اختیار از اوست. و قد خواب، یقینا ناامید شد، مایوس شد از ثواب الهی، من کسی که حمله ورداشته، بر دوش خود گرفته،
ظلم باری ظلم که عبارت از شرک است، نعوذ بالله. و من یعمل من الصالحات، کسی که عمل درست انجام میده و هو مؤمن، در حالی که مؤمن است، عقیده توحید الله را داره. اشاره به این است که عمل صالح بدون ایمان امو درختی است که هیچ نوریش نداره، به مجرد آمدن باد مکمل و درخت میفته. ایمان بدون عمل، عمل بدون ایمان. عمل بدون ایمان درخت بیریش است، لیکن ایمان بدون عمل چی است؟ درخت بی میوه است. درخت است که ایمان است اما میوه نداره که عمل نمیکنه. فلا یخاف، نمی ترسه ظلم، از روی ظلم، از ظلم نمی ترسه، یعنی گناه را الله سر زیاد نمیکنه. ظلمن یکی منع کننده تمام حقوق شما، نه 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 نه، یک حقشان منع نمیشه. ولا هضما، نه نقصان ثواب میشه، یا منع کننده بعضی حقوق، نه کل حقوق منع میشه، نه بعضی حقوق، کل چیزا پوره داده میشه، نقصان نمیشه. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، الله اشاره میکنه یعنی اون مطالبی که پیدا کننده و عبرت انگیز است، اون مطالبی که الله متعال برای بیداری و شاری ما بیان میکنه یا عبرت انگیز است. اینمی قسم ما نازل کردیم قرآن عربی، نازل کردیم قرآن کریم به لغت عربی که فصیح و بلیغ است، کلماتش خیلی چی است؟ جذاب است، رسا است، مفاهیم و مطالب خیلی عمده در بر داره، محتوا و مضامینش خیلی مهم است. و صرفنا فیه من الوعید، گناگون بیان کردیم در قرآن کریم من الوعید، از سخنایی که ترساننده نیست، و سخنایی که سبب ترس انسان میشه. چی کردیم؟ لعلهم یتقون، به خاطر که مردم خود نگاه کنه از شرک و کفر، از عمل کردن از ترس عذاب الله شوه. او یحدث لهم ذکرا، یا پیدا شوه لهم، یا پیدا کنه همی قرآن کریم برایشان در دلشان، ذکرا فکر برایشان پیدا شوه، یا پیدا کنه لهم برای از یا قرآن کریم پذیرفتن وعظ، ذکر وعظ و نصیحت میگه، برای از یا وعظ و نصیحت پیدا شوه بپذیره او را. الله متعال در اینجا برای ما بیان میکنه که قرآن کریم مثل که داستانای سابقی انبیاء علیهم السلام سبب بیداری انسان میشه، سبب عبرت انسان میشه، قرآن کریم هم داستانای متنوع و همچنان مضامین متنوع ذکر میکنه، به این خاطر که مردم خودداری کنه از کفر و شرک. از همون خاطر اشاره به ایست که وصرفنا فیه من الوعید، اشاره به تعلیم و تربیه است. دو اصل اساسی و بنیادی نظام اسلام که یکیش تعلیم است، یکی تربیه است. از همون خاطر در اول بیان قرآن کریم به لغت عربی شد که تعلیم است، و بعد از او وعید ما را میده که تربیه است. اسلام به دو اساس تکیه کرده، همیشه تعلیم و تربیه را انبیاء علیهم السلام جزء وظیفه و رسالت خود شمرده. پیغمبر علیه السلام از او خاطر مسجد نبوی یکی از مدرسه های بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فتعال الله الملك الحق، بلند بالا الله متعال، بلند مرتبه الله، اتر الله که الملک سلطان است، سلطانی بر حق است، یعنی پادشاهی بر حق است، الحق بر حق است، واقعیت داره. ولا تعجل بالقرآن، تو جلتی نکو در گرفتن وحی پیغمبر علیه السلام در وقت خواندن یا بیان نمودن، من قبل ان یقضی الیک، پیش از اینکه تکمیل کرده شوه به سوی تو وحیه، وحی ازو، پیش تو گفتارا را نکو پیغمبر علیه السلام، بان که وحی الله تکمیل شوه بعد ازو. الله متعال در قلب تو رب چی مستحکم میسازه. و قل رب زدنی علما، بگوی که پروردگار زیاد که برای ما علما. در آیات بر ما و شما واضح میشه. الله متعال اشاره به این بکنه علم حد و مرز نداره، پس هر کسی که میگه که فلانی فارغ و تحصیل شده، این گپ درست نیسته. از تحصیل انسان فارغ نمیشه. هر روز کتاب دیدن انسان فهم دیگری را به انسان نصیب میکنه، مطلب دیگری را انسان درک میکنه. انسان همیشه رو به تکامل است، در یک حد استاد نمیشه. از خاطر علمم برای خود حد نداره. هر روز ما به دنبال علم باید بگردیم و در حرکت باشیم. از همون خاطر است در اینجا الله متعال قرآن کریم که برای ما معرفی میکنه، اشاره به این میکنه که قرآن کریم کتاب است که سبب تحرک شما میشه، شما را در حرکت میاره.
یعنی در شما بیداری و آگاهی پیدا میکنه، خود به خود درک میکنه که کدام مسیر ما بپیماییم. ولا تعجل بالقرآن، تو جلتی نکو، عجله نکو بالقرآن، به گرفتن قرآن کریم، به تلاوت قرآن کریم، خواندن قرآن کریم، من قبل یقضا الیک، پیش از اینکه تکمیل کرده شود، ختم کرده شود به سوی تو، وحیه، بیان از او، در صورتی که چیسته بیان میشه برد. و قل رب زدنی علما، تو همیشه بگو که ای پروردگار زیاد کو برای ما علم. پیغمبر که تمام علوم بشریت الله متعال جمع کنی برای علم پیغمبر نمیرسه، باز علم رسول الله صلی الله علیه وسلم او هم مامور شده که پروردگار برای ما علم ما زیاد کو. ما تو چطور هستیم؟ ما تو را درس داد که پیغمبر تمام مسائل زندگی را مکمل میفهمه او ما تو نمیفهمیم. هم دعا بکو، هم عملا سرش قدم بگذار برای زیادت علم. زیادت علم در خانه نمیشه تا که تو بیرون نبرای پیش عالم و مرکز علم نروی. اینجا معلوم شد که چیسته پیغمبر ضرورت به علم داره. اگر پیغمبر علم محیط داشته باشه چرا دیگه سوال کنه که الله علم مرا زیاد کن؟ مثل الله واری علمش مکمل است دیگه. معلوم شد که علم پیغمبر مکمل نیست، علم محیط نداره.